به نام خداوند بخشنده و مهربان شروع میکنیم. خاله ساز شما افجان احوالتان خوبه؟ میشه افجان نزد شما از وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان آمده بودن برای امچکانی فرزندو. پیش میکردم این دکتر میشلو میکردم. چند بار گرفته؟ هم پیسه نمیکرده. چند فرزند داره شما؟ شده 8 تا. 8 تا؟ ماشاءالله شما در مدال دادن در کاره. اپا جان همین سگاتون اومده استم من خواتین. اپا جان فرزنداتون دیدن من در کار. بیا همش این خونی بودن بدوره. یه پسر نمیخوام. علاج داره برویان؟ این همون آنها تصدیق و خبرت رحمیگاره و بخواه خونه بیام در ایاتش میبینی شو نخه. اپا جان راست دیگه اجازت نداریم دیدن در کار. انا فقط دکتر میگن که سه تا این وای اپی. اینه اپا اون نامش نمیدونم همینا وای کردن. اپای کی بیارشونه؟ رستم هم بیا بو. میتونی چه نکردیم خیش کلو دکلده رحمیگرده. بیاد درون روی. السلام علیکم. چه خیلی برادرم؟ سلامتی خوبی؟ هیچ حال داره مادر عزیز؟ اینا کمی سر شد میدونم سعی بسرشون میکنم. یعنی اینو علاقه فلجی معنی سر دوریم. واه ای خواهر جونی من. السلام علیکم خواهر جون چه نغزی ای خواهر که من تخواره کشو ماشاءالله دستت بینم دستات چی باید خیلیه؟ ای گشتن نیست؟ السلام علیکم برادر نام شما؟ رستم ماشاءالله رستم این هم همین حالت؟ نه این بچی گفتم 1 2 4 فرزندتون ای 8 4 تاش همین حالت در قرار داره کن بینم سازی این چی در دوره؟ این هم رحم میگره ابی سرش کردن اینم میخیزه حرکت میکنه میخیزه کنجا به امتی خوش دار بینم بسم الله الرحمن الرحیم تانی هیچ کنه ما بی نام چیه؟ ها؟ ها؟ بابا نمیترسی؟ بستو تقدیمه بستو بابا این غلط دیگر سرش خیلی شده پشتی کلاش این ایده بیاده وای بیاده بسیار میکنم این غلطه بود سرش تروش نیم هده و نیم کلا تروش کردیم بابا این سرش به اون ضرری کلان نده باشه اگه بیز گرم بوده بود شد دکتر دیدن؟ نه نبودم خیلی روز بود چرا دکتر نبوده؟ لیچینوش تمام شد گفتم خبر برو میمار بس سرش میبینیم یا دکتر بودن در کار سرش اگر یک خطوری میوتی کردم اینا بود دیدن در کوری ضرری هم خیلی گفتم گفتم بگه بریم ضرری بیزیب دیده نامش بابا گفت همراه نام داره بابا همراه ماشاءالله همراه اپا جان یعنی امچکانی حاجت نیست این خیلی باشه اینا در این حالت باشن همین دو تا خورد ساله این چند ساله ای؟ این 12 رفته در 13 درونه نه خوشحال شدی؟ ها رحمه کافی اینا اپا جان ای خداوند صبر جمیل تون تیاپا شما 4 فرزندی معیوب داشته شما پیغمبرمون به خدا نگفتن جنت زیر پای مادران است ای حالت اینو فهمه اپا جان من اینو دیدم دکترها چی گفتن؟ دکترش نیم کولا میتونیم که نیکن خیلی کلو میکنه میشه و خیلی میتونیم پیره میشه میتونیم حتی نو شکر میخشیدم اینو فقط در نزدی چنین بدانی دکتر خیلی چنین میکردیم شما خیلیش او قشنگ همین خشید فقط سرشون اینکه فوقات دکتر همه در چیزای پنسانری شما در کار میدن در رایون یعنی ای 8 فرزند 4 تاش معیوب 4 تا دیگه سالم
خداوند صبر جمیل تیش مادر یا بغیر از شما کی تعیین میکنه با کی نگاه بین میکنه فکر در چیز خود من در همین خانه بخون نگاه میشون میکنم ختون توقع نه یک بچه ما کلون اینو یا دو سوکونه کور داره شهده هر روز شما میشون نگاه بیشون میکنم من یه سر نمیشون این نمیشون یا میکنه شما توضیحشون میکنه سازن میشون خداوند مشکلیتان آسان کنه شما اینقدر سو چه بوده 4 ماه برآمده خدا ما خود خاک بو خداوند صبر تیا بده من نمیدونم در جای شما میبودم از داشت نمیبرامدم یعنی خوش به حالتون الله برکتتون تیا 6 سال بود همیشه دو دیدش محکمه و کمازش هم نبود نفسی مشکلات نشه و که کوش هم از آن نداره کاردستیم کور میگه یا جا رفتیم پولمون ندو دیستن میگه با درآمدتون هیچ کدوم سو شکر در پینسه نیستی که باوش و بیویش خب دو زیبا من درسته خیلی که شما کاریسته خیلی همه که بچه قرض دارن خیلی بایفته خودش هم یاد همون شما هر پینسه شما میخوام خداوند صبر تیاتون از زندگیتون به هر مشکل نداره خیلی شکر هم یاد همون یفته خودش خوش به حالتون در این حالت شما شکر میکنه باور کنه آدمای ناشکر زیادن آدمایی که از شما زیاد دارن حیاتت اینجورن نه که شکر نمیکنن میکنیم و نوشیدنی نمیکنیم بسیار آدمو خیلی چور بوده هسته بوده پرتگی هم بسید قطعی اینو خور رفتگیم چور بوده سناتوری رفتگی بوده پرتگی هم بوده این من شکر اصلا چی بود میدوید اگه 98 این 2000 2000 این 98 که این 2000 و بچه کلونی نمشه اینو کلون یک اینو مونده شده که باید یک کورک سیرمان میشه که زندگی ده با 4 فرزند معیوب در چنین شرایط دست برداشت مادر عزیز ما وقت اونا گرفتم عذر اپا جان در این حالت اینو بدین ما یا مجبوری برآوردم بخشش همه تان بخشش همیشه گفتیم خش درکتیم و گفتیم برای اویندی نخواهی یکان سولیم بوده که اینو دست گریف نکی خش خودو طلب داریم خش نکنم میشه انشالله هیچ وقت نمیدونی خداوند به هر راه و سبب میرسونه یکی روز میشه تو رو بردم میشه میگم چی نمونه همین دخترچه میشه میگم ممکن خیلی کلویده را اگر هم خشکی روز که گفتم شد قیدم اپای میسره شما در این حولی 4 اویله زندگی میکنی شگر و سه تا خیلی خودم نیور من سرشت من میخواد یکی بخونه بلندی کرد بوده که بسیار غلطیده این بچه را بسیار میغلطید این همه که این دروش دیده شو یکوه دروش خونه همونجا به همونجا به همون انجام خونه این وای میکنیم من گفتم نمیشه یک خونه کنیم این دفعه قطشیم نشیده کرده اگر پرکتری او خونه نبود انجام خونه بوده همین خونه میکنیم گفتیم من خونه همونجا که من میشیم پس دیدم همه من گفتم آفر میبرم اینجا نزدیک میمونه گفتم نشیده دیگه به همونجا سوسره همونجا قطیب بکسی سوس چوسه همونجا میشیم یه بچه همسا بود که شب همیجوه با خونه کنیم نمیدونم که فکرشون چه کرایو انه که اولیدو کردن و لرکر و یا هیچ خفیف نشیده شاید رو گو موله هوای بوش میگه خیلی میزنیم میخوشیم قرض قبول کنیم یا جو اولیدو روش کنیم که با آینده اینو دودم لرکر که شگر منم 45 مادر عزیز اپای میسره راست دیگر من از وزارت تندرستی نامدم برای امچکونی هم نامدم من خکبرم وظیفه من مکتوب‌های خرسند بخش رساندن به عائله‌های نیازمند. در نام شما یک کس مکتوب فرستاند. بنده خدا مکتوب فرستادن من شما را میرسانم خانه بعدا به دای شما من میرم. نزدیک بمونم. شما خوانده میتونید؟ مادر عزیز، پروردگار مهربان بر عوض مشکل‌هایتان جنت را به شما عطا کند. ما خبر داریم که شما برای فرزندانتان خلبه ساختنی هستید، اما شرایط برای ساختمان ندارید. به خواست پروردگار ما برای شما محصولات لازمی را برای شروع کردن ساختمانتان جدا می‌کنیم. با احترام، بندگان خدا. عذر زیاد بهانه گفتن از شما آمدین همچون دکتر. خدا خواهد همین مقداری که در داخل مکتوب شما دیده برای شما جدا کرده می شود برای
ساختمانتون کلبه الهیده میسازن میتیم خدا خواه برای الهیده زندگی کردن تو بلندی نمیتونم گفتم کلا مثلا این بچه‌ام کمی هوار میکنیم چه خیر میکنیم مثلا نمیدونم مثلا نشید است سری نرفته است اکش گرفتش کم شما یوسف خورده تنها هیچوی خودشون روی اگه باشم پیدا بزرگ بودم مایدان بودم تیم پینسا کنیم اون طوری کنیم باش روزی نشید کور میکنیم ایش چیز رو نخریم خیلی دیگر نشد روز رویده کلمون چه بیسو نشد حالا پینساشون کار میشد 2011 درگیم شما اینا خیلی خورده است که داشته میخشون میشن خیلی باید بودم میخواه باید مشاهده دستشون میتیم بزرگ میشم میگم نگیری ندونم تا نگیری میگم کی بود میگه خیرش خشون میخواد بله همون افهمون فهموندن که بهترش اینا به همین کلبه الهیده نیاز دارن برای ما گفتیم که دستان دادن محصولات کتی تعیین کنیم گفتن شما استاد رئیسیسو ما محصولات کتی کوشش میکنیم تعیین میکنیم الهیده باشه بهتر به فکرم ما فهمیدیم که شما 4 عائله در حال زندگی میکنید کم ترک الهیده شود طبق شرط شرایطی همینجا ساخته تیم خدا خواه با الهیده باشه با یک نفس آزاد برای خودتان میشود چه خیلی باشه نباشه در یک حالی چند عائله دشواره درست دادن خیلی رفیقتون باشه خیلی محصولات کتی تعیین میکنیم شما کاراتون دیدن گیره بعدا ما آمده تفتیش میکنیم خدا خواه میشود این برای شما مادر عزیز یک سنجش است باور کنید خداوند بنده‌اش به هر راه و واسطه میسنجه سنجش شما فرزنداتونه اگر شما این سنجش گذاره خدا خواهد جنت از خود میکنه اگر جنت رفته ما یا ندیده اپا از ما یاد کنیم مایلی این خواهر جون هنومش چه؟ مولوده ماشاءالله مولوده بسیار حسن جمیل داده خداوند خیلی با دعای شما و اجازت شما من میرم اپا جون در امان خدا باشه خدا نگهدارتون من رفتم خب مکتوب نوبتی به سراغش رسید. اکنون باید کوشش کنیم که محصولاتی در کاری را برای خانه‌اشان تأمین کنیم. البته که پیشتر چنین مسئولیت ها را به عهده نمی گرفتیم. اما باوری کامل دارم که در یک جایگی با شما از عهده این مسئولیت هم می براییم. وقتی که پروردگار بنده‌اش را از نعمت محروم می سازد در این دنیا، در آخرت از آن نعمت دیده بهتر و خوبترش را می دهد. فردا روز قیامت پروردگار به آنها زیباترین حسن و جسم را عطا می کند. معیوبان را نباید به چشم کم نظر کرد، زیرا که آنها مقام خاص دارند در نزد پروردگار. محض به همین خاطر به آنها همیشه احترام خاص نشان داده به طور هزل می گوییم که در جنت ما را فراموش نسازند. هدف از این نوارها زیقی آوردن نیست. هدف آن است که قلبهایمان بیدار شود. بگذار در وجود ما اندک شکرگزاری پیدا شود. به فرزندان خود نظر کنید. به آینه نظر کنید. شکر آن ذاتی که به ما دست و پای سالم داده است. شکر آن ذاتی که به ما قوه راست ایستادن و راه گشتن را داده است. بگذار پس از تماشای این نوار قلب‌های ما بیدار گردند و شکرگویی در ما زیادتر شود.
میشه.